به نام خداوند جان آفرین. سلام بچه ها، من جدیدی هستم و صفحه 60 ریاضیات هشتم رو برای شما میخوام عزیزان توضیح بدم. تجزیه عبارت‌های جبری رو داریم که خیلی هم مهم هستش، یکی از مهمترین قسمت‌های جبر هست و ما میخوایم امروز انجامش بدیم. امیدوارم که کلی استفاده کنی و مطلب رو خیلی خوب یاد بگیری. همراه من باش. کار رو شروع میکنیم با فعالیت 1. یادمون میاد وقتی میخواستیم یک کسری رو ساده بکنیم میومدیم تو کلاس هفتم هم گفتیم، مثلا میگفتیم 6 تجزیه میشه 2 ستا و 9 تجزیه میشه 3 ستا. بعد کار بعدی ما چی بود؟ میومدیم عاملهای مشترک رو حذف میکردیم. در ریاضیات هفتم میگفتیم به میم رو حذف میکنیم، یعنی عامل مشترک رو حذف میکردیم. این کار رو با نمونه های دیگه گفته انجام بدید. مثلا 12 رو اگه بخوایم تجزیه کنیم 12 میشه 4 ستا، 4 یعنی 2 دوتا و نهایتا 2 ضرب در 2 ضرب در 3 و 18 یعنی 2 نه تا، 9 هم یعنی 3 ستا. حالا بچه ها عامل های مشترکشون، عامل هایی که در هر دو مشترک هستن، 1 2 هست که این 2 با 2 ساده میشه و 3 هم با 3 ساده میشه و نهایتا کسر 2 سوم باقی میمونه که دیگه از این ساده تر نمیشه. در حقیقت میتونیم بگیم کسر 2 سوم اینطوری به وجود اومده که صورت و مخرج ضرب در 2 ستا که میشه 6، ضرب در این 2 3 که اینجا داریم، ببینید این 3 و این 2 ستا 6 تا. در حقیقت از ضرب در 6 که عامل مشترکه به وجود اومده. درست شد؟ خب حالا میریم یک کسر دیگه هم 15 35 رو میخوایم ساده کنیم به همین صورت. 15 که میشه تجزیهش کنیم 3 5 تا، 35 هم که میشه 7 5 تا و 5 در بین هر دو مشترک هست ساده میشه و برابر میشه با کسر 3 هفتم که دیگه از این ساده تر هم نمیشه. باز یک یادآوری ما در مورد عبارت‌های جبری داریم. ما در سال گذشته، امسال هم در چند صفحه قبل همین رو یادآوری کردیم که یک تساوی دو طرفه داریم. ببینید این قسمت رو من کمی بزرگتر کنم. ببینید بچه ها، ما اینجا میگفتیم عدد در دو جمله‌ای داره ضرب میشه. توزیع پذیری ضرب در جمع اسمش بود. آ ضرب در بی که میشد آبی، آ ضرب در سی که میشد آسی. حالا ببینید ما از سمت چپ به سمت معذرت میخوام درست گفتم، از سمت چپ به سمت راست رفتیم. الان میخوام از سمت راست به سمت چپ بیایم که اینجا نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید این قسمت رو اینجا نوشته، خب، و این قسمت رو اینجا نوشته. درست شد؟ پس حالا برعکسش رو میخوام انجام بدم. همونطوری که این سمت با این سمت برابره، این سمت هم با این سمت برابره. حالا من سمت راست رو اول نوشتم، یعنی اینجا که با این سمت برابره. بچه یه لحظه دقت کن، یه دقیقه دقت کن، انگار که توی این سطر آ در هر دو جمله من وجود داشته. دقت کن، آ در هر دو جمله من وجود داشته. پس من آ رو گذاشتم کنار، گفتم اگر آ رو بذارم کنار، جمله اولم رو بیام به آ تقسیم کنم، چی باقی میمونه؟ یه دونه بی. و اگر بیام جمله دومم رو هم به اون آیی که تو دوتاشون مشترک بوده یه تقسیم کنم، چی باقی میمونه؟ سی. و این عبارت ساخته میشه. درست شد؟ به این میگیم تبدیل جمع به ضرب. به تبدیل جمع به ضرب اسم دیگهش میگیم تجزیه. تجزیه به عاملهای مشترکش. یا این که یه اسم دیگه هم داره که رایجه، تو کتابتون نگفته ولی خیلی رایجه،
فاکتورگیری. فاکتورگیری از چی؟ از عاملهای مشترک. پس اگه اسم فاکتورگیری آوردیم، اسم تبدیل جمع به ضرب گفتیم، حالا جمع و تفریق فرق نمیکنه. به ضرب گفتیم، اسم تجزیه عبارت جبری گفتیم، میتونه اشاره به همین کاری که الان میخوایم انجام بدیم باشه. نگاه کنید، تجزیه یعنی یک عبارت دو طرفه. من از سمت راست به چپ میام، میشه توزیع پذیری. از سمت چپ، معذرت میخوام من این جهت ها رو اشتباه گفتم، یه بار دیگه درستش رو اصلاح میکنم. از چپ به راست میام، میشه همون خاصیت توزیع پذیری. و از سمت راست به چپ میام، یعنی این قسمت رو به این قسمت تبدیل میکنم، میشه همون تجزیه. بریم کارمون رو ادامه بدیم با حالا قسمت های دیگه. چند تا مثال ساده زده. پس من باید چی کار کنم بچه ها؟ یادآوری میکنیم باید بریم دنبال عامل مشترک. چه چیزی مشترکه بچه ها؟ عبارت رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن بچه ها، لطفاً اصلا با این کار نداشته باش. خب فعلا اینو نبین. بین این دوتا جمله‌ای که داری اینجا میبینی، خب چه چیزی مشترکه؟ اینجا 5 ضرب در آ ضرب در بی شده و در جمله دوم 8 ضرب در آ ضرب در سی شده و من میخوام تجزیه کنم. یعنی چی؟ یعنی جمع رو به ضرب تبدیل کنم. خب باید ببینم عامل مشترک چیه. عامل مشترک آفرین آ هست. در هر دوی اینها آ وجود داره. خب پس من آ رو جدا میکنم، تقسیم بر آ که بکنم آ با آ ساده میشه. چی باقی میمونه؟ 5b. به اضافه یه اینجا هم به آ ساده میکنم، آ به آ ساده میشه. چی میمونه؟ 8c. حالا میخوای مطمئن بشی آیا کار درسته؟ برو توزیع پذیری رو انجام بده. آ ضرب در 5b میشود 50b. میشود 50b. آ ضرب در 8c میشود 80c. بله، به همون عبارت اولیه رسیدیم. یاد گرفتی چطوری باید تجزیه رو انجام بدی؟ فاکتورگیری رو انجام بدی؟ یه مثال دیگه میزنیم. به دو جمله‌ای که اینجا نشون داده، این دو جمله توجه کن و من میخوام الان تجزیه کنم یا جمع رو به ضرب تبدیل کنم. خب الان دو تا جمله دارم، در هر دو جمله من x مشترکه، بنابراین از x فاکتور میگیرم و میام اینجا میگم x تقسیم بر x. بچه x تقسیم بر x چی میمونه؟ 1 به اضافه جمله دومم رو بر x تقسیم میکنم، این xش با این xش ساده میشه و چی میمونه؟ y و میشه 1 به علاوه x در 1 به علاوه y. بریم یک مثال دیگه حل کنیم. لطفا اینها رو قبل از اینکه من حل کنم شما استوب بزن، خودت حل کن و بعد جوابت رو با من مقایسه بکن. خب دو تا جمله دارم، ببینم که در هر دوی اونها چی مشترکه؟ آفرین B. مشترک رو جدا میکنم، حالا پرانتز. این B پرانتز یعنی B ضرب در هر چیزی که داخل پرانتز بود. جمله اول تقسیم بر مشترکم میمونه 5A. جمله دوم تقسیم بر مشترکم میمونه 3. پس شد B ضرب در 5A به علاوه 3. و آخرین مثال. خب در هر دوی اینها آفرین آ مشترکه. اولی تقسیم بر آ 3 باقی میمونه، دومی تقسیم بر آ B باقی میمونه. درست شد؟ پس آ ضرب در 3 به علاوه B و من فاکتورگیری رو انجام دادم. خب این مثال های ساده بود. همیشه مثال ها اینقدر ساده نخواهد بود. بریم یه دونه از اون مثال های حسابی حل بکنیم.
خب واقعا هم حسابی به نظر میرسه، درسته بچه ها؟ ولی هیچ ما نمی ترسیم، به خاطر این که وقتی قانون رو بلد باشیم مشکلی پیش نمیاد. هر سوال سختی رو میتونیم با تمرین مسلط بشیم و راحت حلش بکنیم. 2 جمله دارم. خب اولا بریم سراغ عددهامون. خب ببینید روند کتاب به این صورت هست که گفته که بیا تا میتونی سادهشون کن، یعنی بازشون کن به عامل‌هایی که مشترک هستن. مثلا 6 یعنی 2 3 تا، A2 یعنی A ضرب در A، B سم یعنی B ضرب در B ضرب در B. و بعد 9 A3 B2 یعنی 3 ضرب در 3، A سم یعنی A ضرب در A ضرب در A، B2 هم که یعنی B ضرب در B. حالا گفته که ببین خیلی قشنگ اینجا توضیح داده کتاب. گفته مشترکا رو پیدا کن. خیلی رنگی و قشنگ اومده گفته ببین 3 مشترکه، A ضرب در A یعنی A2 مشترکه و B2 B به توان 2 هم مشترکه. درست شد؟ که مشترک ها رو با رنگی جدا کرده. بچه بیایید مشترک ها رو جدا کنیم. بیایید با هم دیگه چی شد؟ 3 A2 B2 مشترک شد. مگه تو مثال های بالا مشترک ها رو جدا نمی کردیم؟ درست شد؟ حالا بعد یک پرانتز باز می کردیم. از اولی چی باقی موند؟ من رنگ ماژیکم عوض کنم. از رنگ اولی ببینید 3 همون مشترکه، با A2 با B2 رفت. از اولی چی باقی موند از این جمله؟ 3 A2 B2 رفت. چی باقی موند؟ 2B. هر چی باقی موند می نویسیم. به اضافه از دومی مشترکمون 3 A2 B2. چی باقی موند؟ 3A. پس به این صورت الان ما فاکتورگیریمون رو انجام دادیم. خب اما من متمایل هستم. پس ببینید ما مشترک اول اومدیم به صورت حاصل ضرب عامل‌هاش نوشتیم و بعد اومدیم مشترک ها رو قبل از پرانتز گذاشتیم، داخل پرانتز هم از جملات هرچی باقی موند گذاشتیم. من میام به یک روش دیگه این رو برای شما توضیح میدم. دقت کنید. اولا بین 6 و 9 به میمیم رو برو حساب کن. به میمیم 6 و 9 چنده بچه ها؟ 3. یعنی بزرگترین چیزی که مشترکه 3. پس بین عددها 3 عامل مشترکمه. حالا بیا ببین A2 دارم، اینجا A3 دارم. کدوم رو انتخاب بکنم؟ اونی که توانش کمتره. A2. درست شد؟ ببین ما مشترک ها رو قراره جدا کنیم. پس اون که توانش کمتره در هر دوشون وجود داره. ببین مثلا اینجا A3 که نیست، A2 رو من دارم. ببین اینجا A3 دارم ولی اینجا فقط A ضرب در A دارم. بنابراین باید اونی که توان کمتره رو انتخاب کنم. و بعد بین دو جمله B3 و B2 کدوم انتخاب کنم؟ کدوماش توی هر دوش هست؟ B3 توی هر دوش هست یا B2؟ آفرین به شما. B2 توی هر دوش هست. درست شد؟ پس من 3A2 B2 رو انتخاب کردم، توی دوتاش هست. عامل مشترک در هر دوتاش هست. حالا کاری که باید بکنم این هستش که بیام چی کار بکنم بچه؟ بیام بچه این قسمت جزو چک نویس ها باید باشه. خب یعنی بیام جمله اولم 6 A2 B3 رو خب تقسیم بر 3 A2 B2 کنم. درست شد؟
خب بچه ها 6 تقسیم بر 3 یعنی هر دو به 3 ساده میشه، این میشه 1، این میشه 2. پس اینجا یه 2 دارم، این از عددش. A2 با A2 ساده میشه، یعنی A2 تقسیم بر A2 میشه 1، اونم که همینطور. اما B3 و B2 چطوریه؟ B3 یعنی B ضرب در B ضرب در B و B2 یعنی چی؟ B ضرب در B. خب این B با این B، این B هم با این B و چی باقی میمونه؟ یه دونه B. درست شد؟ پس این شد 2B. بریم سراغ جمله دوم. خب حالا میریم سراغ جمله دوم. 9 A3 B2 باید تقسیم بر عامل مشترکمون، اینی که از پرانتز جدا کردیم، بکنیم. یعنی 3 A2 B2. خب حالا رنگم رو عوض کنم. خب بچه 9 تقسیم بر 3 که میشه 3، یا میتونی بگی که 9 به 3 3 3 به 3 1. درست شد؟ A3 و A2 مثل قبلی، A3 یعنی A ضرب در A ضرب در A و A2 یعنی A ضرب در A. خب این A با این A میره، این A با این A میره و یه دونه A باقی میمونه. B2 هم که با B2 ساده میشه و تمام. پس یه بار میگم چی کار کردیم. ما اومدیم عامل مشترک بین این دوتا رو از لحاظ عددی میشد بمیمیم، از لحاظ متغیر و مجهول میشد اون عاملی که توانش کوچیک‌تره و در هر دو هستش. خب و اونها رو جدا میکردیم، بعد تقسیم بر عامل‌های مشترک میکردیم تا بقیهش به دست بیاد. خب بچه ها دقت کنید که صفحه بعد یعنی صفحه 61 ادامه سوال 4 رو میخوام حل کنم. خب اولیش که خیلی راحته، عامل مشترک کاملا مشخص A هست. این تقسیم بر A، اینم تقسیم بر A که بکنیم از اولی B باقی میمونه، از دومی C. و اینجا میبینیم که AB در هر دو مشترکه، پس AB رو جدا میکنم، از اولی 5 باقی میمونه، از دومی 3C. و در مثال بعدی عامل بمیمیم 4 و 6 2 هستش و در هر دو x مشترکه. کدوم انتخاب کنم؟ اونی که توانش کمتره. y هم در هر دو مشترکه. کدوم انتخاب کنم؟ اونی که توانش کمتره. از جمله اول من اگر بخوام اینو تقسیم بر عامل مشترکمون بکنم، یعنی تقسیم بر 2xy بکنم، 4 تقسیم بر 2 2 باقی میمونه. x2 تقسیم بر x یه x باقی میمونه، y هم که با y میره. میریم سراغ جمله دوم. 6 تقسیم بر 2 که میشه 3، x با x میره و y2 با y یه دونش باقی میمونه. این هم تجزیه این مورد. بریم بقیه رو براتون حل بکنم. در این قسمت باز شما میبینید که در هر دو اینها A مشترکه، از اولی B میمونه، از دومی C. و در این قسمت بین 6 و 3 B میمیم 3 هستش و A در هر دو مشترک. کدومو انتخاب کنم؟ اونی که توانش کمتره، یعنی B میمیم A و A2 میشه A. درست شد؟ ما اینو میدونیم، یاد گرفتیم بارها. B میمیم A و A2 میشه A. درست شد؟ میتونی با مثال عددی برای خودت این رو توجیه بکنی. از اولی چی باقی میمونه؟ 2B. از دومی چی باقی میمونه؟ 3 که نداریم، A. به همین صورت 8 بر 4 بخش پذیره، پس به میمیم 8 و 4 میشه خود 4، یعنی عدد کوچکتر. x در هر دو وجود داره، به میمیم x2 و x میشه اونی که توانش کمتره. بین y3 و y2 مشترک، یعنی بزرگترین مشترک، یعنی همون به میمیم میشه y به توان 2. من سعی کردم در لابلای صحبتم
بگم عامل مشترک، در حقیقت بزرگترین عامل مشترک یا همون بمیمیم هستش. و از تقسیم هر دو جمله بر 4x y2 به عبارت اولی 2x y و از دومی منفی 1. بله، منفی 1 خواهیم رسید و این هم فاکتور گیری یا تجزیه عبارت جبری از حالت جمع و تفریق به حالت ضرب. ببینید الان من تبدیل به ضرب کردم. ببینید یک جمله در دو جمله داره ضرب میشه. پس من فاکتور گیری رو انجام دادم. اما سوال 5 یکی از سوالای مهمه و خوب دقت کنید لطفاً. من کمی اول بزرگترش کنم. خب حالا اینجا رو دقت کنید لطفاً. ببینید کسر در صورت کسر آ مشترکه و میشه بی به علاوه سی. بچه خیلی جالبه این، دقت کنید. و در مخرج باز میبینیم آ مشترکه جداگانه و میشه بی منهای سی. حالا دو تا ببینید این قسمت رو 2 تا شرط برای من گذاشته. اینا اسم شرطه بچه ها. باید این شرط ها برقرار باشه. گفته آ صفر نباشه که من بتونم حذفش کنم. حالا این شرط ها رو بعداً بیشتر یاد میگیرید، ولی چون اینجا اشاره کرده ما هم میگیم تا یواش یواش باهاش آشنا بشید. میگه آ صفر نباشه، پس من میتونم اینا رو حذف کنم و بی هم با سی برابر نباشه، چون اگر بی و سی با هم برابر باشه وقتی منهاشون میکنیم میشه صفر و همچین کسری وجود نداره. درست شد؟ حالا با توجه به همین شرطی که گذاشتیم آ با ساده شد و ساده شده. یه این کسر میشه بی به علاوه سی به روی بی منهای سی و خیلی هم این یکی از اون چیزایی که خیلی مهمه. یه بار دیگه برای خودتون تمرینش کنید. و اما کسر دیگه که میبینید باز شرط داره، شرط گذاشته برامون که به این قسمت هم میرسیم. از جمله بالا یعنی صورت، خب ببینید گفتیم از متغیرها اونی که توانش کمتره میشه بمیمیم، یعنی بمیمیم آ2 و آ میشه آ. یا اگر اینجوری برات سخته بگو اونی که توانش کمتره. خیلی راحت تره چرا سختش رو بخوای یاد بگیری. ولی خب بدون این در حقیقت بمیمیمه. به این موضوع هم توجه داشته باش. خب تقسیم بر آ، اولی تقسیم بر آ که میشه یه آ، دومی رو تقسیم بر آ کنیم آ تقسیم بر آ میشه منفی 1. این از جمله اول. اضافه هاشو من پاک کنم تو این قسمت. خب بریم جمله دوم، یعنی مخرج منظورم هست. در مخرج هر دوشون بی مشترکه. اولی تقسیم بر بی آ میمونه، دومی تقسیم بر بی بی تقسیم بر بی میشه 1. حالا به من بگو آیا عامل مشترکی در صورت و مخرج هست که من بخوام ساده بکنم؟ بله که هست. آ منهای 1 با آ منهای 1 ساده میشه به شرطی که آ 1 نباشه. حالا اگه آ 1 باشه چی میشه؟ آ منهای 1 هم میشه 1 منهای 1 یعنی 0 و من نمیتونم سادهش بکنم. درست شد؟ و من نمیتونم سادهش بکنم. و یک چیز دیگه هم بچه بی هم نباید 0 باشه چون داخل مخرجه و این کسر اگر بی بخواد 0 باشه وجود نداره. ما گفتیم کسری که عدد تقسیم بر 0 باشه، عدد تقسیم بر 0 اصلا وجود نداره. پس به همین دلیل گفته بی مخالفه با 0. درست شد؟ امیدوارم که خوب یاد گرفته باشی و برات مفید باشه. میتونی رو برای دوستات ارسال کنی تا اونها هم از این محتوا استفاده کنن. موفق و مؤید باشید.